سلام به شما، خوش اومدید. قرار توی این ویدیو بریم پارت دوم. حالا چه جوری می‌تونیم این پارت آخره بازی خفن هوملس، بازی بیخانه و قرار توی این ویدیو بکشیمش و ببینیم که چیکار می‌تونیم انجام بدیم. قبل که سراغ این پارت خفن نکردید بهتر کنه چند این پوینت دوباره کنه که کل انرژی میدی و آدمتون کم بزنیم بریم سراغ این پارت خفن و این گیم خفن رو. برو لیتس گو. خب عشق، برو بریم سراغ پارت خفن. آقا ما اینجا بودیم تو پارت قبلی و آره گفت که باید بریم نمیدونم به پلیس زنگ بزنیم و اینا. آقا برو بریم چه خبره. وارد محل آره نگهبانی. آره ببین کیه؟ به برادرم. بچه این تو آسانسور بود. آقا خطری داره بندم. خب آقا صحنه دوبینا رو چک کنیم چه خبره. داداش حتما برم بیرون. مشتی گل. حالا من برم بیرون که اتفاق خاصی نمیافته که. بیا این رفتن نزدیکیشو میذارن. وای چه غلط کردم آقا، ببخشید. من گفتم الان برم اتفاقی میافته و این نه. برو بریم بچه، برو بریم که اوه ریدم بدجور به خودم. آقا دوبینا رو میخوام چک کنم. نامه این کارت چیه بچه ها؟ خیلی الان باید دوبینا رو چک کن دیگه بابا لعنتی. استن لک شد آجی. خب شت فونت چه راستی قرار بود پلیس زنگ بزنه دیگه. زنده گفت تلفن خراب و اینا. حالا میتونیم چک کنیم. آقا این از این که هیچ خبری مثل همیشه نیست. آقا دیگه اوکی همه چی آروم. اینم که خودمانیم و اینم که هیچی. نه این بده، این واقعا بده. آقا اینجای داستان نه اجاره داشت، نه اجاره دیگه همونجا وایس داشت. میگم نه یا آیم هانگری کنه تو. آقا میگه من گوشنمه میتونم بخورم. تو اصلا هر کی دوست داری بخور. الان نکنه ببرم جاش. آره بله آقا دیگه برو با تام حال داری کسی خمون نیست. برو آقا چاره خاصی نداریم، باید بالاخره بریم تو حلقش، چه امروز چه فردا. برو بریم. خدای این پلیس ها هیچ غلطی نتونستن بکنن. آقا برو بریم. از همینجا میریم داخل. با کله آقا میرم تو دهنش. کار نمیتونه اصلا انجام بده. داشت باز کن مشتی، باز کن. حالا من از کجا برم؟ بچه ها نشونه زده. خب داشت حتی نشونه نزده. What the fuck. من از کجا برم؟ آقا من نمیدونم بچه از کجا برم. خب یکی اگه میدونه راهنمایی میکنه. الان چجوری میخواد راهنمایی کنه؟ آقا از یه جای خلاصه میریم. بچه اینا چه خبره؟ بذار اینور رو بگردیم. اینا که هیچ. آقا یه جا میریم. اینا گفتم این چیزی زده اینجا. نگاه اصلا هوشیونه گیمری. بچه چند دنبال کنیم که کل انرژی میده 344 تا این فیلم کنم تا الان اگه اشتباه نکرده باشم. خب باز چی کار داره ما که فلش زده اینجا؟ باز چه فکری داری برای ما؟ باشه میدونم اینجاست. بله بله بچه قاعد دهنمون سرویس چه اینجا و میرید با کلت دهنشون. برو بریم. پرقدرتی گنگ بالایی. کی میخواد منو بترسونه؟ چون مادر کسی نیاد. عالی. خب چه خبر الان؟ منم بالا اینا و بپرم اینجا. مشتی حاجی پرام
میتونم اینجوری بذارم بالا هم. اوه اصلا نگاه کن، باید میرفتم تو کار اصلا مدیریت خانه. نگاه اصلا، اوه مغز متفکری. خب این ور به کجا ختم میشه؟ آها نگاه، همیشه باشه، همیشه دنبال چراغ باشین، همیشه خدا دنبال چراغ باشین. و یکی در اینا رو وا کنیم، یکی باید در وا کنیم و دهن ما رو سرویس کنه به همین سادگی ایزی. اوه آقا این یه چی کنکله، این چه خبره جون مادر تو باز نشد. نه آقا اینجا کنسله، اینجا کنسله. باید بریم اینجا که نه، اینم که چیز خاصی نداره. نه پس در نتیجه باید برم مستقیم تو تلق اون یارو که اون یارو بیاد چیکار کنه منو بقله. آره داداش نگاه اصلا درش رو قفله. خب یا خدا یا باشه روشن شد. بچه ها واقعا چه خدای گیم باحالیه خدایی. آقا نه غلط کردم، ببخشید آقا تعریف کردم ازت. اه. آها اینه. وای داداش نکن این کاراتو، نکن، با قلب ما بازی نکن. با این دویدن ها و راه رفتن ها ما رو نمیتونی بترسونی دادات. نه من حرفم پس میگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا باید در اینا رو وا کنیم یکی. اینم هسته گوش. وای وای وای. اوه هولی شیت بچه هولی شیت واقعا جیب پرام ریخ. یه صحنه برگام. آقا اصلا ما کجایی الان حاجی؟ نفهمیدم چی شد اصلا حاجی، خیلی بد بود. اصلا یهو آمد تو حلقم ریدم. The neighborhood was family. نه اینجا چی میگه شبیه آها میگه اینجا یک محل خانوادگی فکر میکنم هم چیزی گفته. خب با پرقدرت بچه نگاه خدایی. خب باز کن. آها روشن شد. آقا برو بریم، برو بریم. آها صدا این بود. به چاکر داداش، سلام عشقم، بریم با هم. برو بریم. چه خبر زن بچه؟ خوبن؟ حالا احوال چه خبر؟ چقدر حقوق میگیری داخل این بازی داداش؟ میشه به من بگی من استخدام شم اینجا برای که بترسونی و اینا؟ خب تو نمیای؟ بیا بریم، تعارف نکن جو رفیقت دیرازه. بیا بریم، بیا بریم داش. بازم خلاص تعارف نکن، خواستی بیا. خب آقا از همین اول این که چی؟ این و آقا از پشت میرم. اه دارم کجا میرم؟ ولش کن آقا، ریدم به خودم.
آقای راه کیه؟ بچه میدونی چیه اینجا؟ راه پله‌یه. بله جون ما درت. خب در آقا مسخره کرده. تو کی؟ اه پشما صدا چیه؟ بیا برو. آقا راه پله بازم بچه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. برو بریم. اینور که هیچی، اینم که هیچی آقا. اینم که خبری نیست. تو اینور. خلاصه از اینجاست. آجا اینجا دره. خب آها نامه. Notice for non-payment. فکر کنم بچه این دستمزده، نمیدونم. خیلی آقا برو بریم در واکت رفتیم تو خونه. بسم الله. برادر بسم الله. I think this might be house we live in the. میگه وقتی فکر کنم این خونه بوده که من وقتی بچه بودم زندگی میکردم. تو اصلا هیچ جا نبودی. دهن تو ببند. اوه ببخش آقا ولم کن. یا خدا. در بند خطریه. آقا اینا با کن در ببند. یکی در زد. قفله. دارو اچه این مال معتاده. دارو مارو اینا قرص مرسی. نگاه اصلا سیگار. ببند در رو. بریم آقا بریم خطریه. مستقیم تو کلش. یه بچه آجی. I lost my car. Can someone find it? بچه میگه ماشینم گم کردن. کسی میدونه پیداش کنه؟ ماشینش هم زرده. خیلی آقا بچه من ماشینش پیدا کنم. حالا ماشینش کجایه؟ خدا میدونه. خب بچه باید کسی نیست برو. آقا تو این نگردشیم. بذار بگردم ببینم چه خبره. این چیه؟ اوه یس. آقا نگاه اصلا پیدا کن. یونیگرمه پیدا کن. پیداش کردم. ماشینش پیدا کردم. بریم فقط بدیم بهش دست سر ما برداره. برادر بیا. برادر کوچک بیا. یه ذره بچه نمی خدا وکیلی معتاد شده آجی. تمام. یا خدا بیا عقب. من کمکت. وای میخوام برم. نمیذاره. چرا دست از سر ما ور نمیداره؟ دست از سر کچل ما چه ور نمیداره این بچه؟ خیلی گیره. یهو بچه آمدم کمکش کردم. ماشینش دادم بهش. الان داره زار میزنه. گریه کن بی تربیت. بچه میگه اینم مثل من از این شهر بعدش میاد. کجا این بعدش میاد؟ این دوست داره همه رو بخوره. جان داشت جان. بله آقا.
What the fuck؟ چه چاقو دست منه؟ اوه بچه گرفتم چی شد؟ اون ما رو کنترل میکرد. شاید من کشتم. بچه خیلی عجیبه. این بدیار کیلر میگه تو قاتلی. What the fuck؟ برو بریم بچه، برو بریم قراره بکشیمش. جون مادر تمامش کن دیگه. اه آجی که از این بالا افتاده. تفنگم داره. بنازم گان دستم اومد دیگه. هر کی بچه گفت میخوام بکشمش. الان هر کی بیاد جلو میکشمش. ها این مردی که بیا جلو بچه با چی؟ آها با آرو بچه چی خیشو عوض میکرد. بیا جلو. کی میتونه ما رو بزنه؟ بچه دیگه من از هیچ کی نمیترسم. گندهشون بگو بیاد. بچه باید بکشیمش. آه این بعده. بچه الان فکر کنم بیاد بچه. بچه باید تون تیر بزنم. یس یونی گیمر باخت نمیده. بچه تو کامنت ها یونی گیمر باخت نمیده حتما بگین. برو بعدی آقا میتونیم ما. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. واه آقا بیا بیرون. بزن. یس of course. بمیر بدبخت. بچه این آخریه. بکشمش تمومه. جونم باشه تپش قلب گرفتم. واقعا تپش قلب گرفتم آجی. بسیار دعا کنید. بسم الله الرحمن. آها یه دونه دیگه تیر میخواستم. فقط یه دونه تیر میخواستم. وای you are dead. تو مردی. اوف آقا بچه یه دونه تیر دیگه میزدم کارش تموم بود. اشکال نداره آقا ما میتونیم. بچه خوب ولی رفتیم واقعا 10 تا تیر خورد. 13-14 تا تیر خورد نمرد ولی. جون 7 تا گربه. در مزگن داشت تو مردی. تفنگتم داد به ما. میگه من باید میگه قبل که بمیرم باید بکشمش. قبل که به زمین بیفتم نمیدونم چیزی گفت. ولی خدایی خوب زدیمش. انگار هر راه رو 3 تا راه رو داره دیگه. بعد هر راه رو 5 تا تیر بهش بزنیم که بمیره. آقا این اولین راه روه. برو بریم پر قدرت اون یعنی باخت نمیده. آقا من قبلا تیم سربازی بودیم آقا از درکی. بسم الله. بیا بیرون. بزن. یس بچه خیلی دیر میزنه. بعد تون بزنم. این خیلی دیر میزنه. بچه هیچ خشاب عوض میکنم دیگه. بیا بیرون داداش. ما از هیچ کی نمیترسیم. دیگه چی برسه تو. بچه دیدی داشت لنگ میزد. یعنی کارش تمومه. بچه این دفعه بکشم تموم. بچه اگه دوستان بکشن حتما تو کامنت ها بگین. این ورکی هیچ آقا. تو کامنت ها بنویسین یونی گیمر باخت نمیده. برو بریم. بچه از دور میخوام بزنم ولی از دور نمیشه. وای زدمش. به خدا زدمش. چرا نشد؟
مهم. آقا برو بریم. آقا برو بریم برای اولین راهرومون بچه، برای بار سوم. جون مادرت بمیر لعنتی. بچه به سرش بزنن بهتر نیست نظر. آقا راهرو دومی بچه، راهرو دومی. جون مادرت بمیر لطفا. بمیره چه بمیره خیلی خوبه. بمیر لعنتی. بچه این لنگ میزنه خوبه. خب آخری چقدر طولانی انگار تون تون میاد دست. بچه بس به سرش بزنم 5 تا تیر به سرش بزنم دیگه خلاصه. آخ حواس من نبود. آی زدم. وای زدمش. ای بابا. بچه میدونم آخرش چی میشه. خب انگار جورای تمام انگار میکشیمش بعد میفته زمین. بعد داستان نشون میده که انگار داستان واقعیت داشته تا توی مترو هم چیزی بوده و تمام میشه. یعنی همچی بی خانمانی بوده و باز تمام میشه. ولی حالا من چون میخوام نشون بده واقعا که میکشیمش، فقط چون نمیمیره اینقدر سگ جونه. دست داره 5 تا 6 تا 5 تا 6 تا هم نیست 13 14 تایه مخوره بهش ولی نمیمیره. ای بابا شانس ما رو میبینی بچه. برو بریم برای اولین راهرومون دوباره بار سوم. بچه این دفعه اگه نمیره تمومه داستان شاید تعریف میکنم چون واقعا نمیره. خدایی دارم خیلی میزنمش. بیا بار اول یه تیر جامون. وای بچه خدای بار آخر. آقا برای بار آخر بچه میرین برای بار آخر که بکشیمش. اگه مرد بچه که مرد چه بهتر. نمرد بچه دیگه تمومه چون دارم عصبانی میشم. این از اولش آقا این از اولش. خیلی دسته توی راهروی تنگم داره میاد بچه. اونم خیلی عصبانی شده گوشنش هم هسته داره ما رو میاد که بخور. چرا بسته شد پشما. آقا برو بریم بدمت. آقا تمام من نمیرم. لانست دارم میزنم تیکرید ماست نمیخوره. آقا تمامه داستان شد تعریف کنم بچه براتون چون واقعا دیگه نمیکشم. فقط تو از پارت دوم عجبی گفت تمام کردیم ولی آقا چرا میگین تمامش نکردم و نکشتم. چون داستانش خیلی انگار آخرش خیلی مفتکیه. شما وقتی بکشینش حالا به جورایی میمیره میفته و میمیره. خب میکنه و میمیره.
بچه داستان نشون میده که انگار چند تا عکس میاره، خب که انگار داستان واقعی بوده. حالا یک بی خانمان بوده که توی مترو اینا بوده و آره دیگه داستانش همین بود. دمتون گرم، فقط لایک بدید، بهتر کنین، چنل دنبال کنین که اگه از این ویدیو اگه از این بازی خوشم اومد، اگر پیشنهاد کنم بازی کنین، خیلی خفن بود. دمتون گرم، فقط تا گیم بعدی خفن بود با